در مورد شرایط آیزا با هم دیگه صحبت کنیم. ببینید بچه ها، از اونجایی که شرایط دمایی و فشاری توی هر زمان و توی هر مکان مرتب در حال تغییره و ثابت نمیمونه و هیچ زمانی در واقع دما و فشارش با لحظه قبل برابری نمیکنه و تو سراسر نقاط جهان و تو ارتفاعهای مختلف این دو تا پارامتر به شدت در حال تغییر هستن. خب ما نیاز به یک رفرنسی داریم، نیاز به یک مبنایی داریم، نیاز به یک پیشفرضی داریم که بتونیم حساب کتابامون رو بر حسب اون بسنجیم یا مثلا بخوایم اون رو مبنا قرار بدیم. و در واقع مثلا میگم اون طراحان هواپیما نیاز دارن که اون اینسترومنت هایی که بر حسب فشار هوا کار میکنن، اینسترومنت هایی مثل ایر اسپید ایندیکیتور، آلتیمیتر و ورتیکال اسپید ایندیکیتور در مورد دیزاین و طراحی هواپیما میخوان در واقع کار انجام بدن، نیاز دارن که یک شرایطی رو به عنوان شرایط مبنا و فرضی و در واقع اساس بدونن که اومدن دانشمندان یک شرایطی رو در واقع در نظر گرفتن به اسم شرایط آیزا International Standard Atmosphere که به ایکاو International Standard Atmosphere هم معروف هستش، که اومدن توی این حالت یک سری فرضیات رو قرار دادن که بشه مبنای محاسبات همه، حالا چه توی امتحانات، چه خود طراحی هواپیما، چه بحث کالیبره کردن اینسترومنت های هواپیما که بر حسب فشار هوا کار میکنن و در واقع اومدن این اعداد رو مبنا قرار دادن. حالا شرایط آیزا، شرایط اتمسفری آیزا به چه صورته؟ آیزا به صورت کلی میاد ارتفاع منفی 5 کیلومتر از سطح آبهای آزاد رو، ببینیم برای چون ما آبهای آزاد رو همیشه مبنا قرار میدیم، کمترین، چون آب همیشه میره توی پایین ترین نقطه وای میسه و آبهای آزاد هم به هم راه دارن دیگه، آبهای آزاد به هم راه دارن، پس این آبهای آزاد همیشه میان توی پایین ترین سطح کره زمین وای میستن و ارتفاعشون هم طبیعتا تو تمام نقاط مختلف کره زمین آبهای آزاد با هم برابر و هم سطح هستن با هم دیگه. چون میدونید دیگه مثلا شما فرض کنید یک آبی رو میریزید توی یک مجرایی که حالا یک ناحیه‌ای تنگ میشه، یک ناحیه‌ای باریک میشه، ولی چون آب به هم راه داره سطح آب ثابت میمونه و مثلا اینجوری نیست که توی یه نقطه ارتفاع آب اومده باشه بالاتر، توی یه نقطه دیگه ارتفاع آب اومده باشه پایین‌تر و اون طبق قانون فیزیک آب هم سطح خودش وای میسه تو جایی که آبها به هم ربط دارن. پس به این دلیل هست که مبنا همیشه آبهای آزاد هست و ما از آبهای آزاد زیاد استفاده میکنیم، واژه آبهای آزاد. و خدمتتون که عرض کنم حالا این اتمسفری که ما برای شرایط استاندارد در نظر میگیریم این از منفی 5 کیلومتری سطح آبهای آزاد هستش تا ارتفاع 80 کیلومتری در واقع از سطح آبهای آزاد که میشه 262464 فیت، که در واقع البته اون بازه کاربردیش که به درد ما میخوره و ما براش تو حساب کتاب کار انجام میدیم در واقع از همون سطح آبهای آزاد تا ارتفاع 20 کیلومتری. حالا این شرایط آیزا چه پارامترهایی داره و چطوری تعریف میشه؟ دمای سطح آبهای آزاد 15 درجه سانتیگراد هست توی شرایط آیزا. فشار در سطح آبهای آزاد 10-13-25 میلی بار یا هکتوپاسکال هستش توی شرایط آیزا. چگالی هوا 1225 گرم بر متر مکعب هستش خدمتون که عرض کنم. لپس ریت ما 65 درجه سانتیگراد به ازای هر 100 متر، یعنی شما 100 متر که بالا و پایین بشید باید 65 درجه سانتیگراد تغییرات دما رو اعمال کنید یا 1.98 درجه سانتیگراد به ازای هر 1000 فیت تا ارتفاع 11 کیلومتری یا 36090 فیتی که همون ارتفاع تراپاپوز ما در واقع میشه.
و باید دما رو هم 1/10 درجه سانتیگراد افزایش بدید، در واقع از ارتفاع 20 کیلومتری تا 32 کیلومتری یا 0.3 درجه سانتیگراد به ازای هر 1000 فیت. و البته کتاب هم داره میگه ما توی محاسبات و حساب کتابامون و توی کارهای عملی در واقع میایم لپس ریت یا تغییرات، حالا چه دما چه فشار، 2 درجه سانتیگراد به ازای هر 1000 فیت رو ما در نظر میگیریم تا ارتفاع تراپاپوزمون که 11 کیلومتری یا 36090 فیتی باشه که به صورت اختصار 36000 فیتی ما در نظر میگیریم. پس توجه داشته باشید لپس ریت یعنی تغییرات، یعنی ریتم تغییرات، آهنگ تغییرات. و این نموداری هم که من جلوتر خدمتتون نشون دادم این هم تو شرایط آیزا هستش. ببینید تو شرایطی که غیر از شرایط آیزا باشه، یعنی دمای سطح آبهای آزاد 15 درجه سانتیگراد نباشه که تقریبا تو اکثر مواقع همین هست، یا فشار هوا 10 13 25 هکتوپاسکال نباشه در سطح آبهای آزاد که تقریبا حالا میشه گفت که اکثر مواقع این اتفاق نمیفته. پس این نمودار هم تغییر خواهد کرد تو شرایط واقعی و این نموداری که من برای شما تعریف کردم این تو شرایط آیزا بوده. توجه کنید بهتون گفتم مثلا تا ارتفاع 36090 فیتی دما کاهش پیدا میکنه، بعد دما تا ارتفاع 20 کیلومتری ثابت میمونه، بعد از 20 کیلومتری تا 32 کیلومتری تو استراتوسفیر دما دوباره شروع به افزایش میکنه و بعدش هم که نمودار میبینید که دما شروع به افزایش پیدا میکنه و اینها برای شرایط آیزا هست و شرایط آیزا یا شرایط استاندارد اینترنشنال استاندارد اتمسفیر که برای سادگی مطالعه و راحتی کار ما و اینکه بالاخره ما باید یک مبنایی از شرایط دمایی و فشاری داشته باشیم. نمیتونیم همینجوری بر حسب شرایط متغیر هر روز و هر لحظه مبنای حساب کتاب داشته باشیم و حساب کتابمون رو انجام بدیم. یک بحثی که ما داریم که در واقع برای تعیین ارتفاع حقیقی ما برای ارزیابی پرفورمنس هواپیما هستش اینه که ما باید بتونیم آیزا دیوییشن یا دمای واقعی که توی اون لحظه هستش، یعنی دمای محیط بیرون نسبت به یعنی اختلافش با دما تو شرایط آیزا رو بسنجیم و بتونیم ازش کاربردهای پرفورمنسی بگیریم و حالا تو التیتود هم در واقع ازش استخراج کنیم که حالا جلوتر بهش میرسیم. شما باید توجه داشته باشید که طبق قرارداد ما به ازای هر 1000 فیت تغییرات ارتفاع 2 درجه هم تغییرات دما خواهیم داشت. یعنی چی؟ یعنی اگر من 1000 فیت رفتم بالا 2 درجه دما کاهش پیدا میکنه. دما تو سطح آبهای آزاد چنده؟ 15 درجه سانتیگراده. من 1000 فیت برم بالا 2 درجه سانتیگراد ازش کم میشه 13 درجه سانتیگراد. اگر برم به ارتفاع 2000 فیتی این دما میشه 11 درجه سانتیگراد. اگر برم به 3000 فیتی این دما میشه چند میشه؟ اگر برم به ارتفاع 3000 فیتی خودتون بگید فکر کنید. بله 9 درجه سانتیگراد دمای شما خواهد بود. پس توجه داشته باشید که به این صورت ما کاهش دما رو اعمال میکنیم یا خیلی ساده تر تو فرمول آیزا تمپریچر به این صورت هستش 15 رو که مبنامون برای سطح آبهای آزاد هست 2 برابر ارتفاع به ازای هر 1000 فیت که داشته باشیم کم میکنیم و آیزا تمپریچر یا دمای توی شرایط آیزا توی اون ارتفاع رو به ما خواهد داد. و مثلا حالا مثالی که خود کتاب میزنه مثلا میگه حالا دما تو شرایط آیزا در ارتفاع 18000 فیتی چقدر هستش؟ 15 منهای 2 تا 18 تا. توجه داشته باشید اولویت اول با ضرب و تقسیم سپس با جمع و منهاست. تا 2 تا 18 تا 36 تا 15 منهای 36 21. پس دما در واقع دما تو شرایط آیزا به این صورته. اینجا یه قراردادی ما با هم دیگه خواهیم داشت که بالای ارتفاع 36000 فیتی یا 11 کیلومتری دما توی منفی 57 درجه سانتیگراد تا ارتفاع 20 کیلومتری ثابت میمونه.
توجه داشته باشید ما تو شرایط آیزا که اینجا تعریف کردیم دما رو توی ارتفاع در واقع 11 کیلومتری اومدیم چند در نظر گرفتیم؟ منفی 56.5 درجه سانتیگراد در واقع در نظر گرفتیم تا ارتفاع 20 کیلومتری. ولی توی حساب کتابمون برای راحت تر بودن میایم منفی 57 درجه سانتیگراد در نظر میگیریم. این نکته رو هم مد نظرتون باشه. خب بریم حالا میخوایم که آیزا دیوییشن رو به دست بیاریم. آیزا دیوییشن طبق فرمول میشه actual temperature منهای آیزا temperature، یعنی دمای بیرون، دمای واقعی بیرون منهای دما تو شرایط آیزایی. خودش یه مثال زده کتاب، میگه اگر دمای واقعی بیرون تو ارتفاع 18,000 فیتی منفی 27 باشه، حالا آیزا دیوییشن به چه صورت هستش؟ خدمتتون که عرض کنم همونطور که میبینید دما منفی 27 و دما تو شرایط آیزایی هم بالا حساب کردیم منفی 21 در اومد. حالا منفی 27 منهای منفی 21 توجه داشته باشید منفی در منفی مثبت ها، منفی در منفی مثبته. توی این حالت در واقع میشه منفی 27 به علاوه 21 که در واقع چون عدد منفی 27 از نظر عددی بزرگتر هستش پس میشه منفی 6، یعنی در واقع منفی 27 به علاوه 21 میشه منفی 6. آیزا دیوییشن شد منفی 6. حالا یه چارتی اینجا به ما داده، گفته چند تاشو بشینید حساب کتاب کنیم. الان مثلا توی ارتفاع 37,000 فیتی ما میخوایم آیزا دیوییشن رو حساب کنیم. گفته دمای بیرون توی این ارتفاع دمای واقعی ambient temperature منفی 45 درجه هستش. خب کاری نداره، ما میایم اینجا میگیم که چی؟ میگیم که تا ارتفاع 36,000 فیتی به ازای هر 1000 فیت افزایش ارتفاع دما 2 درجه سانتیگراد کاهش پیدا میکرد. حواستون باشه بالای 36,000 فیتی دما ثابت میموند رو منفی 57. اشتباه نکنید فکر کنید که در واقع باید پس من 37 رو ضرب در 2 کنم از 15 کم کنم. همچین اشتباه نکنید، شما 36 رو باید ضرب در 2 کنید که میشه 72. حالا از 15 کمش کنید. یعنی چی؟ یعنی این که این 36 ضرب در 2 این رو داشته باشید. حالا از 15 این رو کم میکنید که دمای سطح آبهای آزاد هست. من یه مقدار مرتب تر بنویسم، من دوباره نوشتمش 15 منهای گفتم بیرون روی تابلو وایت بوردمون بهتره. 15 منهای پرانتز 36 ضرب در 2 این میشه 36 ضرب در 2 میشه 72. 15 منهای 72 میشه منفی 57. حالا بریم توی کتابمون. خب پس شد 57. من بنویسم اینجا یعنی در واقع منفی 57. حالا منفی 45 منهای منفی 57 میشه چند؟ میشه 12. منفی در منفی مثبت، منفی در منفی مثبت. حالا یه دونه دیگه شو حل کنیم. بریم سراغ 57,000 پایی. دوباره تکرار میکنم بالای 36,000 فیتی دما ثابت میمونه. تا کجا دما ثابت میمونه؟ اگر میخوای فیتش رو یادت بمونه بیا اینجا نگاه کن فیتش چنده.
تا ارتفاع 20 کیلومتری میشه 65,000 فیتی. پس 57,000 فیت همچنان اوکیه و ما نیاز نیست که افزایش دما رو اعمال کنیم، افزایش دمایی که داریم بعد از ارتفاع 20 کیلومتری رو. پس میایم اینجا دوباره چی کار میکنیم؟ همون 36 در واقع 15 منهای 36 ضرب در 2 میشه منفی 57، چون ما تا یک جایی و تا یک ارتفاعی به ازای هر 1000 فیت 2 درجه دما رو کم میکنیم. حالا منفی 67 منهای منفی 57 چند میشه؟ میشه منفی 10. پس به این ترتیب این کار ما انجام میدیم. خب بچه ها، دو گونه سوال ما توی این مبحث داریم که زیاد به کار برده میشن و طراحا از این مدل سوال ها زیاد استفاده میکنن. بریم بررسی کنیم. میگه if the limiting deviation for your aircraft at an airfield 5,000 feet above mean sea level is ISA plus 10, what is the maximum temp at which you can operate. میگه اگر حد اکثر انحراف مجاز دمایی شما، دمایی برای هواپیمای خاص شما توی ایرفیلد یا فرودگاهی که ارتفاعش از سطح آبهای آزاد 5,000 فیت هستش آیزای به علاوه 10 باشه، یعنی حد اکثر دمای واقعی محیط بیرون 10 درجه بیشتر از دما تو شرایط آیزا باشه، حد اکثر دمای محیط بیرون برای عملکرد مناسب هواپیمای شما چقدر هستش. ببینید سوال رو من یک بار دیگه براتون طرح میکنم. ما توی یک فرودگاهی هستیم که ارتفاعش 5,000 فیت از سطح آبهای آزاده. توی این شرایط کتاب هواپیمای شما مثلا میگه که توی این ارتفاع حد اکثر دمایی که محیط بیرون میتونه داشته باشه نسبت به شرایط آیزا که هواپیمای شما عملکرد مناسبی رو داشته باشه میتونه 10 درجه از دما تو شرایط آیزا تو این ارتفاع بیشتر باشه. ما اولین کاری که میکنیم میایم دما تو شرایط آیزا رو توی ارتفاع 5,000 فیتی حساب میکنیم که میشه 15 که دمای سطح آبهای آزاد در شرایط استاندارد هست منهای 5,000 تا 2 تا 10 تا رفتیم بالا. 15 منهای 10 میشه 5 درجه. 5 درجه سانتیگراد دما تو شرایط آیزا تو ارتفاع 5,000 فیتی هستش. حالا سوال میگه که حد اکثر دمای واقعی محیط بیرون میتونه 10 درجه از این دما بیشتر باشه، یعنی این به علاوه 10 که جواب میشه 15. پس حد اکثر دمای محیط بیرون میتونه 15 درجه سانتیگراد تو شرایط واقعی باشه. این از سوال اول و این گونه سوالات. پس ما اول میایم دما تو شرایط آیزا رو توی اون ارتفاع به دست میاریم و حالا میبینیم که سوال گفته از این دما تو شرایط آیزایی چقدر میتونه مثلا کمتر باشه، چقدر میتونه بیشتر باشه. یه وقتی میگه با حد اکثر میتونه مثلا 10 درجه کمتر باشه، حد اکثر میتونه مثلا 20 درجه بیشتر باشه، الی آخر ما همه اینها رو در واقع با همون جمع و تفریق کارشو انجام میدیم. گونه ای سوالات بعدی به چه صورته؟ میگه اگر deviation یعنی actual temperature منهای آیزا temperature مثبت 12 باشه توی ارتفاع 3500 فیتی ambient temperature چقدره؟ دمای محیط بیرون چقدر هستش؟ پس ما اینجا میگیم که ambient temperature منهای آیزا temperature شده مثبت 12. اوکی. حالا
ما میخوایم بدونیم که دمای محیط بیرون چقدر هستش. خب توی ارتفاع 3500 فیتی دما تو شرایط آیزا چقدر هستش؟ میشه 15 منهای، خب 500 تاش نصف هزار تاست دیگه، پس میشه 2 ضرب در 3 و نیم، 2 تا 3 و نیم تا میشه 7 تا 15 منهای 7 مساوی است با 8. پس آیزا تمپریچر 8 هستش. در واقع منفی 8 اینجا میشه چون یه منها پشتشه. ما میتونیم دو راه این کار رو انجام بدیم. میتونیم این منفی 8 رو چون یه منها پشت سرشه دیگه بیاریم اونوره در واقع تساوی، و وقتی میره اونور مثبت میشه به علاوه 12 میشه و جوابش میشه 20. دمای محیط بیرون 20 درجه سانتیگراد یا ambient temperature یا actual temperature 20 درجه سانتیگراده. یا میتونیم از یه دیدگاه دیگه نگاه کنیم. میگه deviation مثبت 12، یعنی دمای بیرون 12 درجه از دما تو شرایط آیزا توی اون لحظه و تو اون منطقه بیشتره. 12 به علاوه 8 میشه 20. پس با این دو دیدگاه ما میتونیم مسئله رو حل کنیم. بچه کتاب اومده یک جدول جامعی رو برای ما کشیده تو شرایط آیزا و اومده توی هر ارتفاعی اومده دما رو تعیین کرده، فشار هوا رو توی اون ارتفاع تعیین کرده، تغییرات ارتفاعی رو که به ازای هر هکتوپاسکال رخ میده برای ما تعیین کرده، چگالی رو تعیین کرده. چون یک چیز ثابتی هست بالاخره شرایط آیزا یک شرایط تعریف شده و حالا به نحوی فرضی هستش که مبنای اساس حساب کتاب های ما هستش و شما باید مد نظرتون باشه مثلا در سطح سی لول یا ارتفاع صفر در نزدیک سطح آبهای آزاد خب دما که 15 درجه سانتیگراده، فشار 10 13 25 هکتوپاسکال هستش و اینجا یه هایت چنج پر هکتوپاسکال داریم، یعنی اینکه ما چقدر باید ارتفاع رو تغییر بدیم یا تغییر ارتفاع بدیم تا 1 هکتوپاسکال فشار هوا تغییر کنه. در سطح آبهای آزاد شما 27 فیت که برید بالا 1 هکتوپاسکال فشار هوا تغییر میکنه و حالا کاهش پیدا میکنه تو این شرایط، یا وقتی در سطح آبهای آزاد 27 فیت شما بیاید پایین 1 هکتوپاسکال فشار هوا افزایش پیدا میکنه و توی ارتفاع 4781 فیتی باید 31 فیت شما تغییرات ارتفاع داشته باشین تا 1 هکتوپاسکال فشار هوا تغییر کنید و رفته رفته این عدد بیشتر میشه. علت اینه که با افزایش ارتفاع مولکول های هوا از همدیگه فاصله میگیرن و هوا رقیق تر میشه و به این ترتیب این موضوع باعث میشه که ما باید تغییرات ارتفاعی بیشتری رو داشته باشیم تا مثلا 1 هکتوپاسکال فشار هوا تغییر کنه. شما این رو حفظ داشته باشید که در سطح آبهای آزاد باید 27 فیت ما تغییرات ارتفاع بدیم تا 1 هکتوپاسکال فشار هوا کم بشه. چون یک شرایط ثابتی هستش براش یک فرمولی هم میشه تعریف کرد که H در واقع میشه هایت چنج شما، تغییرات ارتفاع شما، 96 ضرب در تمپریچر که تمپریچر شما بر حسب ابسولوت تمپریچر هست یا دما بر حسب کلوین. دما بر حسب کلوین یعنی چی؟ یعنی این که دما بر حسب کلوین مساوی است با دما بر حسب درجه سانتیگراد به علاوه 273 به علاوه 273. یعنی شما دما در درجه سانتیگرادتون رو باید به علاوه 273 بکنید تا دما تو کلوین به دست بیاد و پی هم که اکچوال پرشر هست این هکتوپاسکال. در واقع همون اعدادی که اون بالا نوشته رو شما میتونید با استفاده از فرمول به دست بیارید. نکته ای که وجود داره این فرمول فقط برای میزان تغییرات ارتفاع هست که چقدر اون فشار هوا تغییر کنه توی یک ارتفاع خاصی. یعنی در واقع مثلا همین 27 فیت ما تو در سطح آبهای آزاد بریم بالا 1 هکتوپاسکال فشار هوا تغییر میکنه. برای همچین حساب کتاب این فرمول تعبیه شده که ما
چقدر ارتفاع رو تغییر بدیم توی هر لولی که مثلا 1 هکتوپاسکال تغییر کنه. و ما نمیتونیم از این فرمول برای تعیین تغییرات ارتفاع بین 2 خط فشاری یا تغییرات فشار هوا بین 2 تا ارتفاع استفاده کنیم و از این 2 کار رو نمیتونیم انجام بدیم. جواب نمیده با این فرمول و خطا میزنه. پس اینا هم مد نظرتون باشه. اینم از موضوع اینترنشنال استندرد